رفتم نجاری 2 تکه چوب گرفتم، شد 40 تومن. اومدم خونه سنباده زدم، حسابی نرم و یک دست شد. اندازه چوب 2 کپشن برات می‌نویسم. بعد اون چوب کوچیک‌تر رو اومدم چسب چوب زدم و روی اون یکی دیگه چسبوندم. فقط اینجاش باید دقت کنید که وسط نچسبونید، باید یه قسمتش از یه قسمت دیگهش پهن‌تر باشه. چسب چوبم که زدم، چسب چوب وقتی خشک کاملا بیرنگ میشه. بعد یه وسیله سنگین میذارید روش تا کاملا فیکس بشه و بچسبه. من یه نیم ساعت صبر کردم، یکم که دیدم خودشو گرفته محکم شد، از پشت دقیقاً از اون جایی که اون چوب دوم رو چسبوندم صدا میخ زدم تا کاملا محکم شه و وزن رو بتونه تحمل کنه. خب الان قسمت پایینش رو خطکش گذاشتم، 6 سانت 6 سانت جدا کردم. این فاصله ها دلخواهی شما، هر اندازه‌ای که دوست داری میتونی جدا کنی. با خودکار نقطه گذاشتم و یه دونه میخ گذاشتم روش و با چکش ضربه زدم تا یک کم چوبش سوراخ شه، نه اونقدر سوراخ شه که از پشتش خارج شه. و میخا رو خارج کردم و این کار رو تا آخر ادامه دادم. بعد رفتم ابزار فروشی، از این قلابایی که دهش پیچ داره گرفتم، کوچولوها، دونه دوم 100. اومدم اونا رو روی اون سوراخ ها گذاشتم و با دست پیچیشون دادم تا کاملا محکم شه. 6 تا اومدم نصب کردم. بعد برای اون قسمتش که خالی هستم هم میتونید از عکس استفاده کنید، هم میتونید نوشته بنویسید و یا هم مثل من با یک گونی پاپیون درست کنید و اینجا بچسبونید و با همین کار ساده میتونید به درآمد برسید. برای پشتش هم که به دیوار نصب میکنید هم میتونید از حلقه استفاده کنید، هم میتونید مثل من چوب رو سوراخ کنید و با پیچ به دیوار یا کمد وصلش کنید و برای کافی بار و آشپزخونه استفاده کنید. ممنون میشم برای چند نفر بفرستید.